نام یاد خالق بی همتا. عرض سلام خدمت دوستان عزیز خوش آمدین. باز هم آمدیم به جاده دکتر فضلی کوچی وکیل خالق. یک دو طبقه گادری رو شما معرفی بگیریم که قیمت بسیار مناسب در یک موقعیت بسیار عالی قرار داره. جاده 6 متر کانکریتی نزدیک جاده اصلی دکتر فضلی. حالا دوستان میریم به داخل که داخل به شما نشان بدیم. تا ختم ویدیو ما همراه باشیم. آمدیم داخل سرام دوستا گنجایش پارک یک موتور و چندین موتورسیکل داره و در ابتدا سیستم بیداشتی قرار گرفته و یک میمانخانه مستقلی که کاملا از عرض مستقل بسیار روشن و یک دروازه هم داخل ویلی یا داخل سرا داره که کاملا از دهلیز مستقل و جداه. حالا آمدیم داخل دهلیز هم دهلیز روشن و شفافیه که گنجایش 1.5 قلین 12 متر داره. دهلیز بسیار تمیزی و همچنان آشپزخانه در انتهای دهلیز قرار گرفته که مجهز به کابینه و جاگاز و همچنین یک نورگیر بسیار بزرگ داره که خانه و که دهلیز و آشپزخانه بسیار روشن شده، بسیار روشنه و در ابتدای دهلیز یک میمانخانه قرار داره که یا اتاق خواب گنجایش قلیل 12 متر داره که حالا میمانه نمیشه ببینیم و در این قسمت سیستم حمام قرار داره. حالا دوستان میریم به طبقه دوم که طبقه دوم به شما نشان بدیم. ما رو همراهی کنیم تا طبقه دوم به شما نشان بدیم. تشکر از حمایت‌های همیشگی شما که همیشه ما رو همراه و همگام بدیم. حالا آمدیم به طبقه دوم. در ابتدای طبقه دوم سیستم بیداشتی قرار گرفته و یک میمانخانه عالی در طبقه دوم داره که یک پنجره بزرگی داخل جاده نصب شده که بسیار میمانخانه روشن و شفاف شده که بسیار یک میمانخانه عالیه. حالا آمدیم به روی تخمام. سیستم حمام به روی تخمام قرار گرفته و حالا داخل دهلیز طبقه دوم شده. دهلیز طبقه دوم دهلیز روشن و تمیزیه که گنجایش 1.12 متر داره و در انتهای دهلیز آشپزخانه قرار گرفته. آشپزخانه مجهز با جاگاز، کابینه، چرالات یک بار دیگه هم نیازه که ذکر کنم زمین 100 متر در یک موقعیت بسیار عالی و در به قیمت بسیار مناسب. 100 متر زمین قیمت 11 لک افغانی جرامت داره. هر دوستی که خریدار واقعی شماره دفتر املاک اخپلواک در چنل یوتیوب درج میتونن تماس بگیرن یا حضوری به دفتر ما. آدرس هرات نهی 6 پورگین کوچه دکتر فضلی تشریف دارن در خدمت دوستان.